چون انانه اهل هنر یا خود صنعتکاران جمهوری مردمی چین را در شهر بختر معاون رئیس شهر و دیگر هنرمندان با صدای کرنه و سرنای به نان و نمک گرم و صمیمی استقبال گرفتند. در ادامه همچون رمزی احترام و یادآوری مهمانان را با توقیهای چکنی که محصول دست هنرمندان و گوینده فرهنگی با یوغنی مردم تاجیک عنوان می شود قدردانی نمودند. قبل از شروع برنامه فرهنگی اهل تئاتر صنعتکاران جمهوری مردمی چین را با دستاورد هنرمندان شهر آشنا کردند. همین طریق برنامه اهل هنر که با رقص و سرودهای ملی، نوازش‌های اسباب‌های عنعنوی و صحنه‌های گوناگون تئاتری آماده شده بود، منظور ساکنان شهر بختر گردید. در واقع هنرنمایی‌های صنعتکاران جمهوری مردمی چین که امروز در دایره تجلیل از روزهای فرهنگی چین در تاجیکستان پیشکش اهل تالار شد، بی‌نظیر و تماشاباب بود. هنری والا و ناتکرار خود هنرمندان چینی تماشابینان را به عالم افسانه‌ای و دنیای رنگارنگ چند هزار ساله جمهوری مردم چین وارد می‌ساخت. انیخترش بیننده با دیدن عمل‌های غیرعادی سحرگران، مهارت بلند رقاصای آوازخوانان و موسیقی فورم و دلکش نوازندگان خود را در عالم فیلم‌های چینی تصور می‌کرد. در این روز همزمان گلدختران انسامبل رقصی ستاره شهر بختر و آوازخوانان خلقی و مردمی این سرزمین هم برنامه رنگین خود را پیشکش مهمانان و تماشابینان گردانیدند. اجرا و پیشنهاد ترانه‌های تاجیکی از سوی مخصوصاً هنرمندان جمهوری مردمی چین شوق بیننده را باز هم بیشتر نمود. همین است که با کف‌کوبی‌های بردوام خود اهل تالار به هنرمندان اظهار منتداری نموده ایشان را روح بلند و برنامه کنسرتی صنعتکاران جمهوری مردمی چین را باز هم جالب و خاطرمان گردانیدند. باید گفت که روزهای فرهنگی چین در تاجیکستان ادامه دارد و انتظار می رود در روزهای نزدیک نیز در چند شهر و ناحیه‌های دیگر کشور برنامه‌های جالب و گوناگون رنگ اهل هنر چینی پیشنهاد ساکنان تاجیکستان گردد.